به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان تریدر و معامله‌گرای بازارهای مالی. یه مبحثی داریم ما تحت عنوان روندشناسی بدون ابزار، یعنی بدون هیچ مووینگ یا ابزار خاصی ما بتونیم روند رو با یه نگاه تشخیص بدیم و بتونیم از اون سود بگیریم. اول اینکه خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید. قطعا بعد از این ویدیو اول ماست و بعد از این ویدیو روش‌های آموزش مختلفی میذاریم، حالا چه با اندیکاتورها چه بدون اندیکاتورها، استراتژی‌های مختلف، و حمایت کنید ممنون میشم. این روشی که ما میگیم بیشتر جهت استفاده از این ربات معامله‌گره که شما روند رو بتونید تشخیص بدید و در راستای اون روند از ربات استفاده کنید. البته که مطلقاً مخصوص استفاده از ربات نیست، یعنی فقط با ربات لازم نیست حتما ربات رو داشته باشه. شما در تمام معاملاتتون میتونید از این نکته استفاده کنید. شاید واسه خیلی چیز جدیدی نباشه، شاید هم واسه خیلی نکات مهمی باشه. منتها خب دیدگاه شما رو شاید یکم به چارت تغییر بده. ببینید شما هر جایی از چارت که وارد معامله بشید، اصلا من گذشته چارت تو جای خاصی مد نظرم نیست و میام مثلا اینجا وارد معامله میشم، یه نقطه از چارت رو در نظر میگیریم. مثلا ببینید شما اینجا همین نقطه پایین چارت طلا هستیم، تایم 1 ساعته. ببینید شما این نقطه پایین مثلا اینجا وارد شدید، نمیدونید روند الان نزولی صعودیه. ببینید اول که به موج قبلی همیشه نگاه کنید. موج قبلی ما یه موج صعودی بوده، خب که تونسته اون موج صعودی این سقف رو هم بشکنه. این سقف اینجا رو خدمتتون عرض میکنم. پس یه موج معتبر پرقدرتی بوده که احتمالاً الان در اصلاحش هستیم و بتونه در آینده روند قیمت رو صعودی کنه. اینجا حالا ما یه شرط داریم که بگیم آقا مثلا روندمون صعودی شده. ببینید شرط اول اینه که سقف قبلی ما شکسته شه. خیلی ساده، یعنی یه چیزی که شاید تو روزهای اولی که ترید میکردید یادتون داده باشن یا یادمون داده باشن این بوده که روند زمانی صعودی میشه که یه سقف شکسته شه یا یه کفی شکسته شه. حالا ما یه شرط به این اضافه میکنیم که اون سقفه یا اون کفه با بدنه یک کندل شکسته شه، نه با شادو. ببینید بدنه یک کندل با شادو خیلی قضیه رو متفاوت میکنه. اینجا رو ببینید، این کندل با بدنه کندل، ببین من تا این کندل قبلیش هنوز نمیگم این سقف شکسته شده. زمانی که این بدنه کندل زده میشه اون موقع ما میگیم روند بای شده. حالا اگر شما از ربات ما استفاده میکنید و آموزش های ربات رو دیده باشید یا واسهتون فرستاده باشیم زمان تهیه کردن ربات، ببینید ما هر جایی که تشخیص بدیم روند بای شده میتونیم وارد معامله بشیم. نیاز نداریم برگردیم به اوردر بلاک یا اینکه تاییدیه خاصی ببینیم. میشه این کارا رو هم کرد، منتها روشی که ما داریم انجام میدیم نیازی به این کارا نداره. ما وارد معامله بای میشیم، تا اینجوری که راحت با معاملات بای میگیریم. یه تارگت روزانه داریم، مثلا 10 پیپ در روز یا 20 پیپ در روز. مثلا عدد دلاری به کار نمیبریم، ما میگیم پیپ. ما میگیم آقا اگر 10 پیپ در روز ما گرفتیم دیگه کافیه، خب واسه طلا به نسبت یه سرمایه مثلا $1000. حالا روند اینجا بای بوده، ماده اصلاحش رو داده، مجدد برگشته اینجا اصلاحش شده. ببینید هیچ کفی شکسته نشده که ما بگیم روند سل شده. مثلا اینجا کفمون بوده دیگه، مبدأ حرکت ما اینجا میشه، اینجا که شکسته نشده. پس مادامی که این نقطه شکسته نشه روند بایه. مبدأ حرکت اینجا، سقف حرکت اینجاست، ما تو این محدوده فقط بای میگیریم. حالا میایم جلوتر، اینجا با این بدنه کندل این سقف شکسته شده، ما به بای گرفتنمون با ربات ادامه میدیم. عرض کنم خدمتتون شما اگر از روش‌های دیگه استفاده میکنید و منتظر تاییدیه یا اوردر بلاک یا هر مووینگ چیزی هستید اون قضیهش فرق میکنه. منتها ما اول توی دید کلی داریم میگیم که روند رو چجوری تشخیص بدیم، تو حالت بعدی داریم میگیم که از رباتی که داریم چجوری استفاده کنیم، که جزئیات ربات رو حالا بعد تو تلگرام میتونیم با هم صحبت کنیم و بگم خدمتتون. در کل روند اینجا هنوز صعودی بوده، اینجا با بدنه کندل مجدد سقف شکسته شده، ما به بای گرفتنمون ادامه میدیم. حالا این بای گرفتن رو چارت متا تریدر هم من متا 4 حتما نشونتون میدم. همچنان روند صعودی بوده. ببینید اینجا دیگه الان مبدأ حرکت ما میاد بالاتر،
مبدأ حرکتمون میشه اینجا، سقف حرکتمون میشه اینجا. اینجا اومده یه اصلاح داده، مجدد سقفو شکونده و بای بوده. اوکی، پس همچنان ما روند بای داریم. ببینید گم نشید تو روندا، یهو اینجا برید سل بزنید به امید اینکه یه روزی یه سقفی بوده اینجا. بله ممکنه یه سود کمی به شما بده، منتها خب یا برمیگرده نقطه ورودتون رو میزنه، اگه بذارید استاپتون رو نقطه ورود اونو میزنه، یا اینکه این سود کم رو میده بعد برمیگرده میزنه استاپتون رو دیگه. شما روند فعلی رو بگیرید. روند اینجا مجدد بای بوده، یه اصلاح داده. حالا ما از کجا بفهمیم که این اصلاحه عرض به خدمت شما روند رو میخواد نزولی کنه یا اینکه نه یه اصلاح در ادامه روند صعودی؟ ببینید آخرین موج ما اینجا بوده دیگه، این کفیه که ما داریم و آخرین موجمون این بوده. خب حالا اینجا رو شما ببینید، این شادو کندل ماست. اگر این کف ما رو خب با بدنه کندل بتونه بشکونه، ما میریم واسه حالت سل، یعنی آماده میشیم واسه سل گرفتن. مادامی که این کف ما شکسته نشده و سقف ما هم که به تبع اون اومده بالاتر دیگه، اومده اینجا، ما بین این دوتا ما همچنان بای میگیریم. ببینید مجدد اومده یه اصلاح داده با شادو اینا رو زده. ببینید همش شادو بود، یعنی بدنه کندل کاری واسه ما نکرده، جای بدنه کندل نتونسته شکسته شه. حتی اگه ما سقف و این کف و اینجا هم بگیریم باز با بدنه کندل نتونسته زیرش ببنده. پس روند بای ما همچنان ادامه داره. حالا کف ما میاد اینجا، سقف ما میاد این بالاتر، ما بین این دوتا ما همچنان بای میگیریم دوستان. ما بین این دوتا ما با هر روشی که شما بگید و دوست داشته باشید بای میگیریم. اصلا نه نیاز به اندیکاتوری داریم نه نیاز به کار خاصی داریم. تا زمانی که این کف ما شکسته نشه ما رو بای هستیم. یعنی تمام اینجا رو ما اگه بای میگرفتیم هم باز رباتمون میومد اینجا جمعش میکرد، یا با هر روش دیگه میگرفتیم سود میکردیم. زمانی که ببینید اینجا اومده با این کندله کفو شکونده، ما از اینجا دیگه واسه معاملات سل آماده میشیم. حالا مبدأ حرکت میشه اینجا، مبدأ حرکت ما میشه اینجا، یا دقیق تر بخوام بگم میشه اینجا، و کف حرکت میشه اینجا. تو این محدود ما سل میگیریم. ببینید باز شما هر جاش سل میگرفتید با یه برگشت با سود میبست. البته من بیشتر حالت ربات مد نظرم چون محاسبه میکنه و با مجموع سود میبنده. حتی اگر بگیم با حالت دستی هم معامله کنید و اینجا سقفتون رو زده باشه و وارد معاملات بای شده باشه باز اشکال نداره، شما وارد معاملات بای بشید، اینجا یه استاپ خوردید دیگه، اینجا همش جبران میشه تا اینجا. حالا تا زمانی که اگر اینجا رو بگیم روند بای شده با این بدنه کم، این نکته که من میخوام بگم این بدنه کندلاست. بدنه کندلا وقتی سطحی رو میشکنن شما وارد اون روند بشید. رو متا تریدر هم اگه بخوایم بریم ببینیم، ببینید این وی پی اس همونو وصل کنیم، حالا شانسمون هم وی پی اس وصل نمیشه. حالا تو ویدیو بعدی حتما رو متا تریدر اینو نشون میدم، منتها حواستون به بدنه کندلا باشه و روندی رو که میخواید نگاه کنید بدنه کندلا رو تشخیص بدید. ممکنه یه جا هم یه استاپ کوچیک بخورید اما تو روند بعدی قطعا جبران میشه. جلوتر هم که بیایم ببینید شما مادام اینجا روند سل بوده دیگه، این کف رو شکونده با بدنه کندل، اینجا اومده سل 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 بای نشده تا زمانی که اینجا تونسته سقف رو با بدنه کندل بشکونه. امیدوارم که مفید باشه این روند شناسیه و تو معاملاتتون به کار بیاد. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا بقیه دوستانم ببینن و در ادامه توضیحات تکمیلی در مورد این روندها میدم خدمتتون. موفق و پرسود باشید. خب سلام مجدد خدمت دوستان. ببینید این رو متا تریدر که خدمتتون عرض کردم، ببینید الان ما اینجا یه روند بای داشتیم که این محدوده رو در نظر بگیرید، محدوده‌ای که معاملات اسکلپ انجام شده معاملات بای انجام دادیم. ببینید اینجا یه سقفی شکسته شده با بدنه کندل و با این بدنه کندل بزرگه
و ما طبق اون اومدیم معاملات بای رو فعال کردیم. حالا از هر جایی که شما دوست دارید با ربات میتونید فعال کنید، اون تو با معاملات دستی خب فرق میکنه با روش‌های پرایس اکشنی و اینا. حالا ما اینجا دوباره با این یکی کندل تاییدی بعدی رو گرفتیم واسه ادامه روند بای و این معاملات آخری رو که ببینید با این بدنه کندل، این معاملات آخر رو که هولوش 15-16 تا معامله اسکلپ دیگه بوده تونستیم انجام بدیم و همشون با سود و با کمترین زمان و کمترین ریسک بسته شدن. اینجا همش روند بای بوده، با همون تاییدیایی که گفتم با بدنه کندلا گرفتیم تونستیم این معاملات بای ازش بگیریم. دیگه ارزم به خدمتتون اینم که متا تریده یه حساب 100,000 تایی بوده که به 200,000 تا رسوندیمش و تو سود 100%. با همین روش اینجا معاملات سل بوده که روند تو تایم خبری و چرخیده، اینجا معاملات سل بوده همش، ببینید که همون موقع بسته شده، اسکلپ بوده همش بسته شده. و عقب‌تر هم که بیایم میبینید که تو روندهای نزولی ما معاملات سل رو داشتیم، اینجا بازم ببینید معاملات سل بوده، معاملات قرمز رنگ و همشون با سود بسته شده. و زمانی که روند بای بوده معاملات آبی رنگی که همش با سود بسته شده و به صورت اسکلپی بوده، اینم تو فضای متا تریده حسابی که 100,000 تا تو سوده. اینم خدمت شما.